اوه، گویا که با جدول کشیده باشد میگویند. آنها ناحقند. من به این باور دارم. در این منطقه ها آدمان قوم و قبیله های گوناگون زندگی میکنند. سیمور تنها یک چیز رو میداند، نخست پاره پاره کردن، سپس بی نظمی را به وجود آوردن. فشار می آورد، عذاب می دهد، به اسیان می آورد. کوچمنچی را با مقیمی، مقیمی را با کوچمنچی دشمن می کند. در همه جا آن همین بازی جریان دارد. اینجا هیچ آرام نمیگیرد. دایم در آنجا جنگ و مناقشه، خونریزی. هیچ به یک خلاصه آمده نمیتوانند. اکنون چنین بازی ها را با ما میکنند. ساکنان آن جای ها را به هم دشمن ساختند. ها استاد؟ چرا ما این را نمیبینیم قماندان؟ میبینیم. حتی چنین بازی هایشان را ویران هم میسازیم. فکر نمیکنی که چرا آنها دایم بر مقابل خودمان میبرایند؟ با آن خاطر که آن رزیلان را غیر از ترک‌ها دیگر کسی بازداشته نمیتواند. خیر از این پس چیکار میکنیم؟ تا قطره آخرین خونمان میجنگیم. استاد، نسخه این سطر را با من داده میتوانید؟ من یک کاری دیگر دارم. تو کجایی برادرم؟ میدانی نزلی غمگین است. قماندان اردیم غمگین است. ما هم غمگین هستیم. من میدانم تو ما را این خیل گذاشته نمی روی. تو ما را تنها گذاشته نمی روی. تو کجای زنده ای؟ تو زنده ای. من این را احساس کرده ایستادم. میدانم. اگر با من اشاره میکردی حتما رفته تو را خلاص میکردم برادرم. نجات میدادم برادر. این رو بینید. شما را با آنها شناس میکنم. این علی حیدر است، حافظ ما. اینش باشد احمد کرتل، کردلی ما. یکیش برای نجات آدمان جانش را فدا کرد، دیگرش برای پایین نشدن پرچممان شهید شد. از رویشان نور میبارد قماندان. جایشان جنت باشد. آمین. خداوند از آنها راضی باشد. انشالله. حالا ما و شما را هم همین گونه قسمت انتظار است. اما قرباتک انشالله برمیگردد. زنده برمیگردد. پرچم رو به بالای رخت خواب او نمیگذاریم. هیچگاه نمیگذاریم. خوب شد از قماندان. خوب شد از قماندان. من رفته کمی هوای تازه گیرم، وگرنه این دیوارها مرا پخش میکند. رفته من هم راحت میروم.